یه حقیقت کوانتومی هست که اگه واقعاً درکش کنی دیگه هیچ وقت مثل قبل به جذب آرزوها نگاه نمی کنی. تو جذب نمی کنی، هماهنگ میشی. و دقیقاً به همین دلیله که بعضی آدما بدون زور زدن انگار همیشه در زمان درست در جای درست قرار میگیرن. اگه حس میکنی خیلی تلاش کردی اما نتیجه‌ای که میخوای نیومده، این ویدیو دقیقاً برای توه. دنیای کوانتوم به زبان ساده، در دنیای کوانتوم هیچ چیز واقعاً جامد نیست. نه بدن ما، نه پول، نه روابط، نه حتی افکارمون. همه چیز انرژیه و هر انرژی فرکانس مخصوص خودشو داره. افکار ما انرژی دارن، اما احساسات ما فرکانس بسیار قوی تری دارن. به همین خاطره که فقط مثبت فکر کردن کافی نیست وقتی درونت پر از ترس، عجله یا کمبود باشه. چرا جهان به خواسته پاسخ نمیده؟ بیشتر آدما مدام میگن من پول میخوام، من عشق میخوام، من آرامش میخوام، اما خواستن معمولا از یک جای خالی میاد. و دنیای کوانتوم به جای گوش دادن به حرفهات به حالت درونیت گوش میده. وقتی درونت پر از نداشتنه، فرکانسی که پخش میکنی فرکانس کمبوده و جهان دقیقاً همون رو تکثیر میکنه. 3 سطح ساخت واقعیت در 3 سطح ساخته میشه. سطح اول فکره که ضعیفترینه. سطح دوم احساسه که خیلی قوی تره. سطح سوم باور و هویته که قوی ترین سطحه. تو چیزی رو جذب نمی کنی که بهش فکر می کنی. تو چیزی رو جذب می کنی که باورت شده طبیعت زندگیته. اگر در عمق وجودت باور داری زندگی سخته، رسیدن سخت و دیر اتفاق میافته. یا من همیشه باید بجنگم، جهان هم دقیقاً همون رو تایید میکنه. جهان مثل یک آینه دقیق عمل میکنه. به خواستت نگاه نمیکنه، به فرکانست نگاه میکنه. اگر درونت عجله است، زندگی کند میشه. اگر درونت ترسه، موقعیت‌های ترسناک میاد. و اگر درونت آرامش و اعتماده، حتی چالش‌ها هم باهات مهربون‌تر میشن. چرا فقط تغییر انرژی همه چیز رو عوض میکنه؟ خیلی ها منتظرن شرایط تغییر کنه تا حالشون خوب بشه. اما دنیای کوانتوم میگه اول حالت عوض میشه، بعد شرایط هماهنگ میشه. وقتی انرژی تو تغییر میکنه، تصمیمات ناخودآگاه بهتر میشن. آدم‌های درست سر راهت قرار میگیرن. فرصت‌ها خودشون رو نشون میدن. نه به خاطر شانس، بلکه به خاطر هماهنگی. الان یه تمرین خیلی کوتاه انجام میدیم. چند ثانیه چشمات رو ببند. قرار نیست آرزوت رو تصور کنی. فقط از خودت بپرس اگر همین الان اون چیزی که میخوام اتفاق افتاده بود، من چه حسی داشتم؟ همون حس رو فقط 60 ثانیه در بدنت نگه دار. این کار تمرین جذب نیست، تمرین هماهنگیه. بذار این جمله توی ذهنت حک بشه. تو جذب نمی کنی، هماهنگ میشی.
وقتی فرکانست عوض میشه، واقعیت هم مجبور میشه تغییر کنه. نه با جنگ، فقط با هماهنگی. اگه این ویدیو بهت حس آگاهی داد، حتما کانال رو سابسکرایب کن. اینجا قراره با هم یاد بگیریم چطور بدون فشار با زندگی هماهنگ بشیم و توی کامنت ها بنویس الان بیشتر در چه فرکانسی هستی. ویدیوهای بعدی تمرین ها و مدیتیشن های عمیق تری دارن که دقیقاً بهت کمک میکنن این فرکانس رو ثابت نگه داری. جادو همیشه از درون شروع میشه.